بعد از اینکه ولد تولد میشه، خوب دقت کنید، همین که تولد شد اولین کاری که میکنیم یک غسل داده میشه و دوم کاری که میکنین باید او را ببرید اذان بتین در گوشش. او را انتظار کشیدن 3 روز و 4 روز و 5 روز و 7 روز این خلاف سنت است. اما که تولد شد در حال برده پیش یک کسی، میتونه مادر هم اذان بگویه در گوش یک کسی، نبود مادرش میتونه اذان بگویه، به گوش راستش اذان، به گوش چپش اقامت. پدرش میتونه اذان بگویه و اقامت بگویه، کاکاش. این مهم نیست که حتما یک ملا باید این کارو بکنه. شما تا هنوز را نمیفهمیدین نه که مادرم میتونه اذان بگویه. این مادرم میتونه به گوش طفل خود اذان بگویه، خالیش هم میتونه به گوش طفل خود اذان بگویه، به گوش خواهرزاده خودش. به خاطر چی علما میگن که وقتی اذان در گوش طفل گفته میشه، از ام الصبیان گفتنی یک مرض است، یک باده است که در وقت تولد پیدا میشه، بازدهی سرع و میرگی در آینده پیدا میشه، مثل جنزدگی واری. این از این نجات پیدا میکنه کسی که اذان گفته میشه اول وقت گوشش. دوم کاری که میشه تحنیک میشه. تحنیک یا آدم بزرگ را این طفل برش داده میشه، اون مقدار خرما را میگیره با دست خود نرم میکنه یا به دهن خود نرم میکنه، در کام طفل میته، به خاطر که خوب میکنه و عادت میکنه به شیر مادرش. بسیار مادرها شکایت داره، میگه شیر ما را نمیگیره طفل ما. تحنیک شوه، این سنت نبی است. اطفال را می آوردن پیش رسول صلی الله علیه و سلم، پیامبر تحنیک میکرد. حضرت عبدالله ابن زبیر وقتی تولد شد، رسول صلی الله علیه و سلم لعاب دهن خدا به دهن از او انداخت. او میگفت که پیش از همه چیز، پیش از هر چیز داخل دهن من لعاب دهن نبی علیه السلام رفته. این تحنیک شد. بعد روز هفتم، حالا خیلی امروز مردم تجلیل دارن، روز 6 گفتن یک چیزی دارن، ماچه مال هست نیست. روز 6 گفتن یک چیزی دارن در حالی که در دین نیست. عقیقه نمی کنن که سنت نبی است. رسول صلی الله علیه و سلم میگه کسی که عقیقه میکنه اذیت ها را این عقیقه از طفل دور میکنه. عقیقه چرا میگه؟ روز هفتم یک گوسفند از دختر، 2 تا گوسفند از بچه عقیقه میشه اگه پدرش توانایی داشته باشه. روز هفتم یک گوسفند برای دختر، 2 تا گوسفند برای پسر. شاید شما بگوین چرا این فرق به خاطر از این است که در زمان جاهلیت مردم به این باور بودن که فایده بچه بیشتر از دختر است. در کنار پدر از بزرگ میشه، پدر و مادر این نگاه میکنه، فایده رو بیشتر میدونستن. میگفت این نعمت بزرگ است بچه. شریعت گفت که وقتی این شما نعمت بزرگ میگین و این بزرگ میپنداری، میگین که فایدهش بیشتر است، پس این نعمت بزرگ شکر بزرگ هم کار داره. خیلی 2 تا گوسفند ذبح بکن. علما میگن این کسی به دخترش 2 تا گوسفند ذبح کرده اشکال نداره. بنان یک گوسفند به دختر، 2 تا گوسفند و پسر ذبح میشه. روز هفتم بازم اون روز سرش تراشیده میشه. تراشیدن سر تفلکا مستحب است و طریق سنت هم است که وقتی سرش تراشیده میشه به اندازه وزن موش نقره، به اندازه وزن موش نقره صدقه کرده شود. سرش تراشیده به اندازه چقدر موی کمی داره دیگه، شاید چند گرم هم نبیه، به اندازه همون وزن موش صدقه کرده شود نقره. این هم برش مفید است. آره این چیزهایی که به طریق سنت است که باید یه انجام بپذیره، متاسفانه گپ نیست. فعلا روز 6 میگه سالگیری ما آمده، باز همه تو ناگهانی که شو خبر نیست یکی که گرفته میارن اونجا باز ابیبا تو سپرایز میکنه یا سالگیریت مبارک باد، در حالی که فیشن انگلیس است، فیشن یهود و نصارا است، فیشن اون دوست. سالگیری را جشن نگی. وقتی که دخترت 9 ساله شد حجابش جشن بگیر، که الان دختر من 9 ساله شده و سرش حجاب میپوشن، حجاب فاطمه. وقتی را جشن بگی که قرآن به دست دخترت به سینه‌اش چسبانده به سمت
مدرسه میره، این جشن بگی که دخترم قرآن میخوان، کلام ربش. روزی که قرآن را ختم میکنه او روز جشن بگیر، او روز خوشحال باش، او روز برش یک تحفه بده. آفرین دختره. در سالگیره مصرف میکنن 4000 5000 10000 افغانی، وقتی که فیس و استادش در قرآن میشه 100 افغانی در جیب پتوی پدرم مونده. هست یا نیست بود؟ میگه این ملاها قرآن فروش شده. او آیفون $1000 در دستش هست، 100 افغانی به خاطر قرآن آماده نیست. قرآن چیست که او پول بده؟ دختر ما اونجا انگلیسی میخونه 500 افغانی، 100 افغانی به خاطر قرآن نمیته، 500 به خاطر انگلیسی میته. آمادگی کانکور میخونه 1000 افغانی ما میگیره. اونجا آماده است، اشکال نداره، هیچ کس هم اعتراض نمیکنه، پیشانیش هم باز است. او برش میگه که اگر 1000 نمیردی اصلا فهم اخراجت میکنم، کس خفه نمیشه. ولی 100 افغانی به خاطر قرآن کس آماده نیست. برکت از کجا بیاید؟ از کجای بچه شوه؟ این خو جایگاه قرآن، شان و شوکت قرآن، عظمت قرآن به دلی بچه نشسته، نمیفهمه ای. یک بارم پدر نگفته بیا تو اینجا، تو سالگیره طلب میکنی بیا تو اینجا بشین بخوان سوره فاتحه را دختره که قلب پدرت یک آرام شود. بخوان بچیم یک سوره یاسین را بخوان که قلب پدرت آرام شود. نه خود پدر میفهمه نه مادر میفهمه. این بچه هم رفت و آمده. مولوی صاحب من در 10 مدرسه بردم از قاعده بیرون نشده. خب بچه تو هست دیگه. تو چقدر احترام به قرآن داری که بچه‌ت قرآن یاد بگیره؟ او فکر میکنه مدرسه که روان کردم خلاص دیگه ای امو یک سوراخ داره کله بچه میشه قلاش میکنه مولا دیگه، هر چی علم است اینجا میاندازه. میگه ادب بچه میاد نگرفته. 1 ساعت در مدرسه 23 ساعت پیش تو در 23 ساعت چی کردی که 1 ساعت امام بکنه اوره؟ هست یا نیست؟ تمام روز مادرش دشنام میده، پدر گفته، مادر گفته، خواهر گفته، این بچه در خانه، دخترها در خانه. او مادرش دشنام دادشه، این شوهرش. باز این بچه ما ادب یاد نمیگیره. دشنام از کجا یاد گرفته؟ از تو یاد گرفته. این خز آسمان برش نریخته. 100 مرتبه مادرش پیش روش دشنام ناموسی دادی، خو یاد میگیری. 100 حرکت بی حیا و بی شرمیت بچه در داخل خانه دیده با مادرش، خو یاد گرفته دیگه. ببینید وقتی که از دین دور میریم فاصله میگیریم، چه بدبختی هایی که دامن ما رو نمیگیره، چه مشکلاتی که امروز در جامعه نیست. امروز به خدا 6 تا 7 تا بچه در یک خانه است، فکر میکنی مرده ها هستند. اما تو داخل میشن بیرون میشن، داخل فقط خوردن بلد هستن. بس یک موی خود تیپ بزنن بخورن، فقط مادر سرش قالمقال بکن، پدر سرش چیغ بزن، پول ندارم، کردت ندارم، ما پابجی بازی میکنم، کردت ما خلاص شده. این هم خوشحال است که 5 تا بچه دارم، شکر. باز وقتی که خواستگار میره میگه تو یک بچگک دارم من، همه تو یک بچگک دارم، فرشته است فرشته. این مادر است دیگه، مادر به 100 تا 40 دروغ و دختر مسلمان میگیره و دختر مسلمان تا هنوز نامزد چه پشت گوشی که بچه را میشناسه. خدایا با کی طرف هستم من؟ با کی طرف هستم من؟ این یک مورد نیست، 100 مورد هم تا هست. ما کسایی را دیدیم که بعد از 2 ماه نامزدی پیش ما آمدن، جنجال و کشمکش و گپ زدن و کندن کشیده. نه من دختر ما ببرم دایی نمیتم، ما ایره نمیشناختم، مولوی صاحب به خدا بازی خوردیم، این قدر توصیف کرده بود، این خیلی لندغر برام. 100 مورد یک قسم تامیز شده. به خاطر چی؟ به خاطر که ما فکر کردیم حق بچه همیست که یک لقمه نان در شکمش بخورانیم. نه. دلسوزی کردیم بانک خواب کنه. نه. دلسوزی بکن بخیزه که نماز بخونه. از خوردی که سرش نماز نخوندی کلان شد، بازو گپت رو گوش نمیکنه. باز اگر زیاد غال مغال کردی میگه ایران میرم. اگر زیاد غال مغال کردی باز خدا گم میکنه. خود تو پدر و مادر هستی، شکست میخوری در برابر اولاد.
از امو اول محبت بکن اینا را به نماز عادت بده. به خدا بچه‌ای که نماز میخوانه او به پدر و مادر خود به احترامی نمیکنه چون به سخنرانی عالم میشینه. دختری که نماز میخوانه او بی حیا نمیشه. دختری که پدر و مادرش تهجد میخوانه او بی حیا نمیشه. دختری که هر صبح دو خانه قرآن صداش بلند میشه میبینه که مادرش روزه است. مادر جان چرا روزه است؟ پنجشنبه است بچه. چرا؟ سنت است. او سنت پیشش عظمت پیدا میکنه. این چوب چی است پدر جان؟ دندانت مالیدش؟ مسواک است، سنت نبی. پدر جان پاچه هزار تا کم پایین کنه دختره. مردا باید پاچه‌اش بلند بشه، سنت نبی است. پدر جان یلیش دراز شده کم کوتاه کنه بچه، سنت نبی است. خود تو جایگاه پیامبر در قلب دختر قوی گردانیدی. این دختر او میفهمه که این پیامبر کیست، این اندازه محبت داره، او در صدد شناخت نبی میبره. دخترم حجاب بکو، حجاب از فاطمه است، حجاب از اسلام است. سنگین باش. پیش خانه مامایت که رفتی نمان که مامایت بوسید بکنه. این از حیا و ادب است. به زنت بفهمان که نگذار که این دختر مرا مامای سر زانیش بشانه. این از ادب است. این است که دختر با حیا به بار میآید. این پیش کاکا و مامایش که نماندی این خیلی با حیا به بار میآید. برو دختر موده و خانه برو که بچه کاکایت آمده. این باز میگه که اوه اینایی که پدرم نمیمونه. ویدم با اخلاق درست با شیوه درستش کدسیلی نزنه به صورتش. نمیفهمه بفهمان بسیار به نرمی با محبت. وقتی که میگه درس معلم هر بود زمزمه محبت جمعه به مکتب آورد طفل گریسپارا. وقتی استاد مهربان باشه به شیوه درست به شاگرد خود تلقین بکنه و شاگرد فرار نمیکنه از درس. این خیلی زیاد توجه بکنین مادر گریم. به خدا پشی نگردین خفه میشه فلان خفه شوه. خیلی هم گفتن به قوم ما که ای احمد فیروز خیلی قانونا را در خانه خود وضع کرد. الحمدلله هنوزم ما با عزت است. هیچی هم کم نشده از من. هیچی کم نشده. همون احترام بیشتر هم شده. پس تلاش بکنین مادرای گرامی. در دین زندگی کردن آرامش است. در دین زندگی کردن عزت است. بچه‌ای که با دین تربیت میشه او بچه خیر است در آخرت. دختری که با دین تربیت میشه و خدا او مفید است در جامعه. فردا نواساهای در جامعه تقدیم میشه از او دختر تو، چون مادر خوب دختر خوب داره، مادر خوب بچه خوب داره. تو در داخل قبر همونجا هم میتر حسنات ازی در چلش هست، همونجا هم برای تو ثوابش میرسه. از این خواننده‌ای که شما در صفا میبینید از اینا در پدر و مادرشون چی میرسه؟ هزاران مرد تمام روز به بی‌حیایی میکشانند. این چه افتخار است؟ مثل ساجق باشی. این چه افتخار است که در دست هر کس هر روز هر چشم از تو، هر چشم پاک و ناپاک از تو استفاده بکنی. این چه افتخار است؟